یه بار بابام نشست رو مبل سلطنتی به داییم حمله کرد. چه زندگی است؟ چرا خبر دارم میخندم؟ وای تو یه دونه باش یه دونه منم دو میدونی بازیگرا اگه قرار باشه اخبار بگن هواشناسی رو کی اعلام میکنه؟ صابر عبر یه هوا نیمه عبریه. یه روز 2 تا شلوار خارجی با هم دیگه دعواشی میشه میگه فاق یو بابا فاق یو. نون بربریه بخوام به یکی تیکه بندازم میدونی چی میگن؟ میگن جون لواشو یه بار این ماکارونیه اسنپ میگیره بعد به راننده اسنپیه میگه میشه لطفاً از پاستاران برین. میدونی مزه ها بخوام برن کلاس موسیقی پیش کی میرن؟ چیپسی کینگ. چیپسی کینگ. میدونین داداش شهرام سلطی کیه؟ شهرام نالنجی. باشون بردیم داداش بردیم. میدونی چرا کاغذها برای هم دیگه جوک نمیگن؟ چرا؟ چون خنده پاره میشه. میدونی الکلا وقتی میخوان هم تقلید کنن چیکار میکنن؟ رو هم ویسکی میرن. یه روز یه خروسه میره پشت در مرغ فروشی اینجوری به ویترین نگاه میکنه این مرغ پرکنده رو میبینه و میگه میمردی تو خودم همینجوری میگشتی. آقا نمک‌ها به سن نوجوانی میرسن چه اتفاقی براشون میفته؟ چه اتفاقی؟ به سن بلور میرسن. یه روز یه دسته چکه میره تو اتاق پسرش میره پسرش داره خود امضایی میکنه. خوب مجازاتش فلفل تنده. سس فلفل تند کم میریزم. زیاد نریز آگونه. مردونه کم میریزم. کم بریز. خدا یار ما رو اذیت نکنه. برو. کم میریزم. بس. خدا وکیلی. یه روز به یکی میگم با شاش جمله بساز میگه شوهرم رفت خونه داداشاش میگن نه با این نه جیش میگه خب رفت خونه آبجیش. سس تند و ریخته تو دهن من داره از شاش و جوش شک میگه. میدونی آلرژی ها میخوام واسه هم دیگه دعا بکنن چی میگن؟ میگن الهی آنتیست آمین. بخش بگو عیزو کیانی نوشابه با دوغه دعواش میشه. خب میگه برو تا نزدن پونتو پاره کن. مملی بیا مملی ساسه نیست. کم میریزم. اونجوری میریزه. حالش خوبه. خوبه. آقا بله. لبت. من از زندگی روتین خسته شدم. دنبال یه زندگی رومیلفم. چقدر تخصصی بود. یه چقدر تخصصی بود. من فهمم. من یه دونه بگم. بگو. میدونی وقتی یه نون یه کار اشتباه بکنه بقیه نونا بهش چی میگن؟ چه میگن؟ این چه کاری بود؟ توست مشنگ. وای آقا میدونستین بیشتر دعوای حیوانات تو جنگل سر چیه؟ به خاطر اینکه لاشخور دنگشو نمیده. وای بهنا. میدونی گربه‌ها به اجدادشون چی میگن؟ پیشینیان. قشنگ بود. خدای خوب بود. آقا یه بار 3 تا گوجه میرن زیر چرخ ماشین میدونی چی میگن؟ استیو جابز اگه پیامبر بود میدونی اسم دینش چی بود؟ آیدین. آقا به یارو میگن میدونی سیگار مادر تمام بدبختی هست؟ میگه بالاخره مادر احترامش واجب.
برنامه نویسای فوت فتیش از چه چیزی استفاده میکنن؟ پایتون. ای بابا آها بچه ورژن جدید یه مرده میخوره به نرده رو شنیدین؟ نخواستم. یه مرده میخوره به نرده، نرده میره به مرده. آخ باشی من دستشویی گرفت میرم. کجا؟ دستشویی پولت رو واقعا دیگه بگیریم بخوابیم، واقعا بخوابیم. واقعا تنده؟ نه نگاه کن. آها نگرش پول بده. یه چیز خیلی زشت. بنا حالا کاش تو ذهنم نمیومد. زبونش انگار اینجاش ولش کن. خب من برم. آجی میدونی چرا گوجه فرنگی همیشه قرمزه؟ چون همیشه خیار یه چیز زشت میگه. سرخ میشه دیگه. تموم شد؟ نمیدونم اینو از نویسنده بپرسیم. گفته من ملجم. یعنی خدا وکیلی 4 تا جوکو نمیتونی حفظ کنی. معمولی به مسلط آماده ماشاءالله. آقا خیلی شکریم. واسه اینا تو آب نره یا اونجا. من جوکا رو اف نیستم ولی سعی می‌کنم اف باشم. بچا خود کار نوردین شما چی بود سعید آخانی بود سعید آخانی چی بود تو چیز نوردین دیگه خود تو بودی آره بود من نقی بودم. با ماجیک آب بخورن پاک میشه. ارسطو آره ارسطو بودم. ارسطو جوکا داشتی از اول بعد از علی حسن بود گل دسته علی محمد صلوات بر محمد. همیشه در جاده‌های لاکچری بلغارستان، بوداپست، آفریقا شمالی، ندون به همین علی‌آباد، کرج، حصارک، استانبول. من جوکای منو حفظ می‌کردم. اون تا از این سه روش هم سیاوش خوبشی نه علی جدا بردارم بیا. من جوکا نخونم. جوکا میارم. شهریار فوتبال چیه؟ عبور کم برخوردار. ببخشید کجای دنیا ببین علی محمدی مثلا دانلود شد. یه علی دایی. آیا آقا امام رضا ببخشید فامیل آقای قهرمانیه؟ علی دایی بعدی. متاسفانه حتی ما تقلب می نویسن. علی دایی بعدی. تو دایی علی بود. خیلی ببخشید. سعی تنش خودم کردم. وایسا توی بهنوش بختیاری بود. لان بود دیگه چقدر پول دادیم مگه حرف نمیزنم. بریم بچه بریم دیگه صدا بره. صدا رکورد تیک 1 صدا. مرسی. دوربین اول اوکی.